سلام دوستان قند، به یک خبرشوی دیگر از فانوس خوش آمدید. نیروهای صلح‌آفر سازمان پیمان امنیت دستجمعی که به قزاقستان رفته بودند، به قول دمشان را هات نکرده به خانه‌های خود برگشتند. بدون آنکه تیر به هوا خالی کنند، میسیای خود را انجام دادند. براو! با محض آنکه پای اولی نظامیان صلح‌آفر به قزاقستان رسید، مسئله 20,000 نفری که قاسم جمعت توقیف درباره‌شان میگفت گویا که حل شد. این همان 20,000 که به گفته پرزیدنت قزاقستان در بی‌ترتیبیات دست داشتند، زنها را تجاوز کرده و کارمندان مقامات حفظ حقوق و قدرتی را کشته و زخمی کردند و بناهای حکومتی را به آتش دادند. حالا اکنون به قدرت سازمان پیمان امنیت دستجمعی قائل شدید که تنها از حضورشان کجا رسد به جنگ با آنها 20,000 جنگی مثل بوق ناپدید شدند. با گذشت 5 روز از خبر ناپدید شدن امرالدین علوتشویف هنوز کجا بودن او معلوم نیست. در حالی که ادعا می شود او روز 11 ینور از شهر مسکو ربوده شده به دوشنبه انتقال می شود، مقامات تاجیکستان از این خبر اظهار بی اطلاعی کردند. با اطلاع رسانه‌ها امرالدین همراه با 7 کس دیگر از جانب کارمندان FSB دستگیر شده است. بعداً آن 7 نفر را رها کردند، اما تقدیر علوتشویف ناروشن است. جانبدارانش علوتشویف را رهبر جوانان بدخشان مینامند، اما وزیر انرژی تاجیکستان چند روز پیش او را در تحریک دادن جوانان از خارجه متهم کرد. علوتشویف یکی از نفرانی بود که در تظاهرات ماه نوامبر سال گذشته در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو با سفیر تاجیکستان گفت و شنید کرد. موردهای در مسکو ناپدید شدن و در دوشنبه پیدا شدن آدمان در گذشته جای داشت، اما اینکه چنین یک قسمت امرالدین علوتشویف را هم انتظار است یا نه تنها وقت نشان می‌دهد. با پدر و بیبی چهارشنبه اجازه دادند که او را ببیند. پدر چهارشنبه میگوید روحیه و سلامتی او خوب بوده و از چیز شکایت ندارد. گفته است حتی برایش تالار ورزشی هم جدا کردند تا تمرین‌هایش را انجام بدهد. از این پیشتر ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در تاجیکستان گفته بود برای حمایت از حقوق چهارشنبه 3 وکیل مدافع جدا شده است. در اظهارات ائتلاف که 11 ینور نشر کرد از قول چهارشنبه چنین گفته می شود: مقصد من هیچگاه دعوت به زوران گرفتن حاکمیت نبود. من این جنایت را صادر نکردم. نمیدانستم که برآمدهای من ممکن است جنایت حساب شود. من با طلب به جوابگری کشیدن شخصان گناهکار مراجعت کردم. طالبان حرکت فعالیتش در تاجیکستان ممنوع باز گپی هواپیماها را برآورد. این بار سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مولوی محمد یعقوب که پسر ملا عمر از بنیادگذار حرکت طالبان افغانستان گفته می شود، اظهار داشته که تاجیکستان و ازبکستان نباید صبر و تحمل افغانها را آزمایش کنند. او گفته که هیچگاه اجازه نمیدهند هواپیماهایشان در خارج بمانند و از آنها استفاده شود. او حتی تهدید کرده که در صورت دوباره به افغانستان سپرده نشدن هواپیماها پیامدهای بد به همراه خواهد داشت. تاجیکان یک مقال بسیار خوب دارند: مالت را سخت دار و همسایت را دزد نبرار. رستم امامعلی از سطح پست خدمترسانی شرکت‌های موبیلی انتقاد کرد. با تاکید او در بسیاری حالت‌ها امکاناتی که شرکت‌ها در رونمایی‌های خدمترسانی‌هایشان انعکاس می‌نمایند با واقعیت جوابگو نیست. وی گفته است از پیشروی‌های ساحه علاقه دیده صفت علاقه و سرعت اینترنت به نهایت سست بوده. تجهیزات و دستگاه ساحه ضروریت به تجدید و نوسازی دارند. شهردار دوشنبه بر رهبران شرکت‌های موبیلی دستور و سفارش‌های قطعی داده است تا در کوتاه‌ترین مدت جهت واردات تجهیزات زمانوی، بلند برداشتن صفتناکی خدمترسانی علاقه و اینترنت و برطرف نمودن دیگر کمبودی‌های جای داشته چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند. شاید بالاخره بعد این انتقادها اکنون صفت تماس و اینترنت بهتر می شود. اگر یک بار به شبکه‌های اجتماعی سر بزنید، زیر شکایت‌ها از پس بودن صفت ارتباط و اینترنت میمانید. و یک کمی درس املای زبان تاجیکی. این برای دوستانی که سلاوهای نشر دهم خوششان نآمد. این عزیزان به علامت سوال دقت ندادند یا آن را نادیده گرفتند. از این بعد هر کجا علامت مذکور را دیدید بدانید که گپ درباره جمله سوالی می رود و اگر کمی از درس زبان تاجیکی مثال بیاریم قاعده اساسی این است: علامت سوال در موردهای زیرین گذاشته می شود. یکم:
در آخر جمله‌ای که دارای پرسش و سوال است. شما در صنف چندم میخوانید؟ دوم، در آخر جانشین‌های سوالی بختیار گفت که فردا به مکتب آمدن نمیتواند. معلم از او پرسید چرا؟ سوم، در آخر جمله‌هایی که گوینده تصدیق فکر خود را با واسطه سوال از شنونده فهمیدن میخواهد. مگر من مهنت نکردم؟ چهارم، در آخر جمله‌های سوالی ریتوریکی جمله سوالی که جواب طلب نمی‌کند. به کجا روم؟ چی کنم؟ درد دل به کی گویم؟ سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. نظر و اندیشه و ایرادهایتان را نویسید. فانوس را به دوستان خوبتان توصیه بدید. تا بازدید، خدا نگهبانتان. خیر.